این اتاق خواب یک اتوبوس بین شهریه که یک مانیتور توی این قسمت بالایی داریم، سیستم تهویه رو داریم، هم بخاری هم کولر، USB و USB-C، نورپردازی، یه دونه اینجا از این ویسیما داریم که با داخل کابین میشه صحبت کرد و سیستم اطفاء حریق هم، حالا آلارمشو داریم که اگر دودی یا چیزی بود بوق میزنه و از این قسمت میتونید برید داخل اتوبوس. اتوبوس بین شهری ایران خودرو دیزل اینجاست و این قسمت برای گذاشتن بار تعبیه شده. تمام چیزهایی که توی این اتوبوس میبینید برای بازار کشور ما و نیاز راننده ها مودیفای شده و طراحی بر این اساس بوده و صرفا بر اساس اینکه یک اتوبوسی که حالا توی یک کشوری داره تولید میشه نیستش. این قسمتی که اینجا میبینید باز هم برای گذاشتن بار هستش که روی هر 4 چرخ ماشین این قسمت رو داریم و یک مخزن سوخت 800 لیتری آلومینیومی داریم. بریم اون طرف. موتور 12 لیتری این اتوبوس بین شهری توانایی اینو داره که 490 اسب بخار و 2300 نیوتن متر گشتاور داشته باشه. گیربکسمون 12 دنده ZF و شما اینجا هم سنسور عقب رو روی ماشین دارید توی این بخش میبینید و هم دوربین عقب که کلا توی این ماشین نزدیک به 14 تا دونه اگه اشتباه نکنم دوربین رو داریم، به خاطر اینکه شما دوربین 360 درجه رو دارید. الان اینجا هم ما یه دوربین دیگر رو داریم توی این بخش میبینیم، دوربین 360 درجه رو داریم، دوربین برای بخش‌های مختلف داخل کابین و حتی قسمت بار هم داریم. در عقب توی این بخش وسطی قرار گرفته. اتوبوس بین شهری ایران خودرو دیزل سنسور نور و باران رو داره، سنسور هشدار رانندگی بین خطوط و توی این قسمت هم هشدار و هم ترمز اضطراری AEBS رو داریم که روی ماشین می‌بینیم و دوربین هم همچنان جاهای مختلف توی این ماشین هست و دوربین ثبت وقایع هم داریم. تمام چراغ‌ها و ادواتی که توی چهره این خودرو هم حتی می‌بینید میتونید باز کنید برای دسترسی ها و چند تا نکته جالب. من الان بزنم در باز بشه، اون پایین رو اگر نگاه بکنید یه پله‌ای اومد بیرون به خاطر اینکه شما راحت‌تر بتونید سوار این اتوبوس بشید یا راحت‌تر بتونید پیاده بشید. در ضمن هر دو محور این اتوبوس از فنرهای بادی استفاده میکنه که برای سهولت در سوار شدن میشه ازش استفاده کرد. داخل کابین که بیاین برق 220 ولت رو هم توی این بخش داریم هم توی بخش عقبی داریم و شما توی بخش‌های مختلف این قسمت ماشین مانیتورهای مختلفی تاخوگراف رو داریم. یه دونه سیستم اینجا داریم که باعث میشه که گریسکاری حالا بخش‌های اکسل این اتوبوس رو انجام بده. میتونید از این مالتی مدیا ها استفاده بکنید. دوربین های مختلف رو دارید میبینید و توی این بخش هم دوربین حالا 360 درجه رو دارید که با راهنما زاویه‌اش هم عوض میشه، میتونید و زوایای مختلف رو ببینید. باز برای راننده ماشین اینجا هم USB قرار دادن توی این بخش پایینی همونطوری که میبینید، هم برق 220 ولت رو قرار دادن. یعنی بر اساس نیازهایی که یک راننده اتوبوس برای سفرهای بین شهری نیازمند یه سری چیزهاست همه رو اینجا قرار دادن. این اتولایت و برف‌پاکن اتوماتیک رو همونطوری که بهتون گفتم توی این ماشین داریم. کروز کنترل رو داریم و توی نسخه های بعدی احتمالاً کروز کنترل آداپتیو هم به این اتوبوس اضافه میشه. این نسخه‌ای که الان ما داریم توی این اتوبوس می‌بینیم نسخه حالا با صندلی‌های VIP اتوبوس‌های بین شهری رو بر اساس نیاز راننده میشه تعداد صندلی‌هاشو کم و زیاد کرد. حالا این مثلا 28 نفره است، میتونه 47 نفره یا 50 نفره هم داشته باشه. یه دونه یخچال توی این بخش خودرو داریم، یه دونه یخچال هم توی قسمت عقبی هست برای همه صندلی‌ها. حالا توی این سیستمی که صندلی VIP جای استراحت پا رو داریم، USB و USB-C داریم و یه سیستم مالتی مدیا برای هر کدوم از صندلی‌ها. شما پشت سر صندلی‌ها رو اگر ببینید در نظر گرفته شده که میتونن ازش توی سفر استفاده بکنن. اینا همه دیگه حالا آپشن هاییه که قرار داره، حتی نورپردازی سقف میتونه تغییراتی داشته باشه و بر اساس نیاز و سلیقه اون شخصی که میخواد صاحب این خودرو باشه میشه خودرو رو شخصی سازی کرد. اینجا اون بخشی هستش که میشه رفت توی اتاق خواب یا استراحت راننده ها. این چیزیه که توی بازار ایران خیلی مهمه، شاید توی اتوبوسایی که خارج از ایران باشه چون مسیرهای طولانی رو شاید
تو این سفرها نمیرن، اصلا اتاق خواب رو نداریم، ولی برای اتوبوسایی که ما داخل کشور استفاده میکنیم این امکان مهمیه که توی این کابین هست. دوربین در بخش‌های مختلف کابین هم قرار داره. قیمت حدودی این اتوبوس بین شهری بین 12 تا 13 میلیارد تومانه و با توجه به نیاز ناوگان قاعدتاً ما چنین اتوبوسی رو نیازمندش هستیم و محدوده توان و گشتاوری که از این اتوبوس می‌بینیم شاید یه عدد مناسبی باشه برای مسافت‌های جاده‌ای ما که حالا هم بیابونی داریم، هم کفی داریم، هم مسیرهایی داریم که پر از پیچ و خم و گردنه هستن.